یک کسی مرا میگه استاد این مرغایی که در روی بازار است، این مرغ یک زدگی حکمش چی است؟ امروز ما یک 4 نفر است، هر 4 از پیش ازی که من چیزی بگم فتوا داده. یکیش میگه بخو، یکیش میگه پروا نداره، یکیش میگه بسم الله بگو نوش جان کن، یکیش میگه که هیچ رای نزن بخو. کلش وقت پرسان کنیم برادر جان. باز ما ورش میگم والا برادر عزیز ما در 4 تا مفتی صاحبا چی بگویم؟ و هر 4 ازی سر الله تهمت میکنن. هر 4شون سر کی تهمت میکنن؟ سر الله. چون هر 4 از یا عقل پرست هستن. نام معتزله بیچاره بد است، لکن معتزلای حقیقی بسیار زیاد هستن که عقل خود حاکم قرار میده. وقتی به شرکت زنگ بزنی برش بگویی که امی گوش شما از کجا روان کرده؟ اونجا نوشته از برازیل. با رئیس شرکت برازیل که زنگ زدن، رفتن علمای عرب، رفتن اروپا. من کتابی که دفعه خانم این یک مجموعه از علما گفت ما رفتیم در برازیل و در این منطقه درباره از گوشت‌ها پرسان کردیم. گفتو برای ما، گفت تو رئیس، گفت برای ما، گفت آسان، گفت میگفتن که والا ما روزانه 270 تن ما تولید داریم، 270 تن مرغ ما تولید داریم. و 270 تن ما کارت مار نداریم، ما کت ماشینا میکشیم و بسیاری وقتا کت برق میکشیم. با کشورهای اسلامی که روان میکنن، گفت فالا برای ما گفتن که با می کشورهای اسلامی که روان میکنیم اگه گوشت خوک هم بود پشت سرش نوشته که خوک حلال، بازوا میخورن، فقط کلمه حلال برش نوشته کو. در حالی که در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فاسق براتون یک خبر آورد شما تحقیق کنین. عالی خبر خود کافر نوشته کرده، این خود شهادت کافر است. از فاسق باید قبول نکنی، از کافر چطور قبول میکنی؟ بازی رسای میگه، بازیش میگه بسم الله گفته بخو. و الله متعال میگه که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. رئیس شرکت میگه ما نام الله رو نمیشناسیم. وقت زمین گفت الله اکبر، وره که میگه شما اینه کدام گرمرغ که میکشین الله اکبر میگه، و میگه ما مینینگ گفت الله اکبر معنیش نمیفهمیم. دیگه قصاب میگیریم، ماشینش سویش است، برق است، 10,000 مرغ در برق میتیم کلش کشته میشه، باز تا آخر خوب که پوستش کردیم کلشه باز کت ماشین قطع میکنیم. گواهی ما همین قسم است. و اینجا مفتی صاحبا چی هستن؟ یعنی یک موضوع عادی ابتدایی که مسئله خوردن است، در این 4 نفر تهمت سر الله و رسولش میکنن. یکی گفت بخو، هم سر الله تهمت کرد، چرا حرام الله را حلال قرار داد. اگر زیاد محکمش بگیری با کفر میکشه. اگر از یخنش محکم بگیریش با محکمه اسلامی باشه، کسی که حرام حلال قرار میده عطایی با کفر میرسه. اون خو افترا و تهمت سر الله کرده. آیا درست است در ماه مبارک رمضان یک نفر